در قرن 13 میلادی برابر با 7 هجری کتابخانه پاریژ بزرگترین کتابخانه اروپا به شمار میرفت. این کتابخانه نزدیک به 2000 کتاب داشت، در حالی که تنها در بغداد 5 کتابخانه بزرگ بود که هر یکی از آن از 200,000 تا 1 میلیون کتاب را در بر میگرفت. با این سخنان پروفسور بیاتریس گروندلر استاد تمدن عربی در دانشگاه کشاد برلین کتاب خود پیدایش کتاب عربی را آغاز کرده است. این اندیشه گروندلر میان محققان غربی بیگانه نیست، زیرا بیشتر این محققان وقت جریان تمدن اسلامی را به طور مختصر بیان کردن میشوند بیشک آن را در ارزش علم و معرفت اختصار می نمایند. آن ارزشی که شریعت محمدی بر آن ترغیب نموده آن را همچون عبادت شمارده است که می شود با آن به خدا اظهار بندگی کرد. عیناً همین معنا را شرقشناس امریکایی فرانس روزنتال نیز تاکید نموده چنین میگوید: کلمه علم یکی از آن مفهوم‌هایی میباشد که اسلام را رهبری نموده به تمدن اسلامی شکل و رنگ فرق کننده خود را عطا نموده است. وحی سازنده. ابن ندیم در کتاب خویش فهرست زیاده از 3500 مؤلف و نویسنده را ذکر کرده است که در عصرهای دوم و سوم هجری عمر به سر بردند. تصور کنید 3500 دانشمند و ادیب در بغداد در تمام ساحه‌های علمی که اون زمان معروف بودند نام برآورده بودند، در حالی که از ظهور اسلام هنوز 2 عصر هم نگذشته بود. مادام چنین است، چی سبب شده که تمدن اسلامی از باز پیدایش خود با علم قرین بود؟ چه سبب شده که مسلمانان از لحظه های نخستین بر تأسیس مرکزهای علمی کمر بستند؟ پاسخ این سوال ها معلوم است. سببگار همه این همین دین اسلام بود، زیرا اولین آیتی که نازل شده است اقرأ باسم ربک الذی خلق. بشک عباره بخوان به مقام و منزلت علم و معرفت در نزد این دین نو اشاره میکند. معرفت از نگاه اسلام بر سر خود غایه و هدف نبوده، بلکه آن وسیله میباشد که به غایه اصلی یعنی رسیدن به آخرت میبرد. از اینجاست که خداوند بعد عباره بخوان چنین فرمود: به نام پروردگار خویش که آفریده است. محمد صلی الله علیه و سلم که تعلیمات شریعت را آورده اند به طلب علم دعوت ویژه انجام دادند. شعار مسلمانان آن زمان چنین بود که اگر کسی راهی را پیش گیرد که به وسیله آن علم میجوید، خداوند برایش راه را به سوی بهشت آسان میسازد. از بس که غایه نخستین در اسلام این حفاظت از دین است، برای مسلمانان از هم مقدم و مهم آموزش علوم شرعی به شمار میرفت. برای آنکه وحی الهی را پاسداری نمایند، مسلمانان شبانه روزی تلاش میکردند تا علمهای تأسیس دهند که در کار نگهداشت این وحی ضروری است. در قرنهای اول و دوم هجری مسلمانان قرآن را جمع آوری، مصحف را نقطه گذاری، قرائتها را معین، علمهای قرآن را اساس گذاری، حدیث را تدوین و مذهبهای فقهی را بنیاد نمودند. زمانی که ملت‌های دیگری غیر عرب که مسلمان شده بودند زیاد گردیدند، علمهای زبان عربی را قاعده بندی کردند تا زبان عربی از لحن و خطا ایمن بماند. از این رو قاعده‌های نحو، صرف، عروض و دیگر علمهای زبان به وجود آمد. برای مسلمانان غایه معلوم بود، پیش از همه پاس داشتن دینشان. همین غایه ارزشمند بود که همه کارشان به حد اتقان و کمال میرسید، چون میدانستند که خداوند رقیب و نظارتگرشان است. اگر به سمت قرنهای 4 و 5 هجری رو آوریم، میبینیم که ارتباط علم با آخرت برای همه عالمان و فقیهان یک امر مسلم محسوب میافته است، صرف نظر از به کدام ساحه تعلق داشتن آن علم. امام ابن حزم در این باره چنین میگویند: علم بلاغت باشد اگر مراد از آن الله ذوالجلال بیان حقایق و تعلیم جاهلان باشد آن فضیلت است، ولی اگر آن بغیر این مقصد استفاده شود صاحب آن به زیان دچار می شود، زیرا خود را رنج داده و عمر خویش را به کار خرج نموده است که عاقبت او را به هلاکت میبرد. خدا ما را از این مسیر پناه دهد. با انجام یافتن قرن دوم هجری مسلمانان الکی علوم دینی خود را قاعده بندی نموده به علمهای اساس گذاشتند که انسانیت از این پیش آن را نمیدانست، از قبیل علم جرح و تعدیل در علم حدیث. علم مذکور علم دقیق است که برای شناخت شخصی صادق از کاذب در روایت‌های احادیث از آن استفاده می‌شود. حتی شرقشناس مشهور دیوید مارگولیوس در این باره چنین گفته است: باید مسلمانان با علم حدیث خود افتخار نمایند، تمدن برپا می‌شود. در قرن سوم هجری همراه با پیشرفت دولت عباسیان مسلمانان برای خود دروازه فرهنگ‌های دیگر را نیز باز نمودند. علوم مدنی و سازندگی از قبیل علوم حساب و فلک، ریاضیات و
و طبی را از خود کردند و در این جاده نیز به پایه استادی رسیدند. در ردیف مسلمانان در این جاده شخصیت‌های مسیحی و یهودی که در زیر سایه تمدن اسلامی عمر به سر می‌بردند نیز جایگیر شدند. مسلمانان از خود کردن چنین علم‌ها را از جمله فرض‌های کفایه می‌شماریدند. پروفسور دانشکده ملی فرانسه رشدی راشد مسیر فلسفه علم و پدیده کشفیات علمی را که مسلمانان در آن سبقت کرده اند و من بعدها به اروپا انتقال داشت مورد تحقیق قرار داده است. این گونه تالیفات در زمان خود بی‌نظیر بود و سابقه نداشت. این حقیقت از طرف یک عده دانشمندان غربی و مورخان نامور اعتراف گردیده است. از جمله دانشمند آلمانی سیگرید گون که در کتاب خش آفتاب خدا در غرب طلوع میکند، گوستاف لوپن در کتاب تمدن عرب، جورج سارتون در کتاب تاریخ علم که درباره صدها کشفیات علمی که به مسلمانان تعلق داشت اطلاع میدهند. سارتون اندیشه خود را پیرامون نقش علمی مسلمانان چنین خلاصه میکند: مسلمانان نابغگان شرق بزرگترین دستاوردها را در عصرهای میانه عملی نمودند. از همه اثرهای ارزشمند و اصیل و از نگاه محتوا غنی با زبان عربی نگاشته شده است. از میانه‌های عصر هشتم تا پایان عصر 11 زبان عربی زبان علم بود. بنابراین اگر کسی درباره فرهنگ عصر خود در صورت نوترین آن آشنایی پیدا کردنی میشد باید زبان عربی را می‌آموخت. علاوه بر این کشفیات‌های علمی مسلمانان اسلوب‌های تعلیم و تدریس و تعریف را اساس گذاشتند که من بعد در خدمت تمام بشریت قرار گرفت. کتابخانه‌های مسلمانی با مؤلفاتی که به ساحه‌های مختلف علمی در زمان‌های پیشین معروف بوده تعلق داشتند بای و غنی بود. ولی مسلمانان تنها در مرز آموختن و کشف کردن نایستادند، بلکه در مجال تدریس و تألیف و کتابت و تصنیف اسلوب‌های نو ایجاد نمودند. همین بود که گونه‌های نو کتاب که پیشتر وجود نداشت به میان آمدند، از قبیل کتاب‌های متون، شرح‌ها، حاشیه‌ها، تهذیب و تقریر، خلاصه و مسند، قاموس و طبقات و تاریخنامه‌ها. این نوآوری منحصر به ساحه علوم شرعی نماند، بلکه به مرز تمام علم‌ها که امروز همچون علوم انسانی و علوم طبیعی شناخته می‌شوند دامن پهن کرده بود. مثلا تنها در ساحه علم طب مؤرخ شامی ابن ابوالعصیبعه در کتاب خود عیون الانباء فی طبقات الاطباء صدها طبیب را نامبر می‌کند که در تمدن اسلامی و جهانی اسهامات خاصه داشتند. در کتاب دیگر که از طرف قاسم علی سعد و عواد خلف تألیف شده است نام زیاده از 1000 عالم مسلمان آورده شده است که در علوم شرعی برابر با علوم تحقیقی تخصص داشتند. در بخش علم‌های انسانی مانند تاریخ، فلسفه، منطق، شعر، اقتصاد، جامعه شناسی و غیره نمایندگان یگان قوم و ملت به آن حد نرسیده بودند که مسلمانان رسیدند. این نکته را شرق شناس و مورخ امریکایی معروف جورج مقدسی در کتاب خود پیدایش انسانیت قید نموده است. پیدایش دانشکده‌ها، مدرسه‌های مسلمانان و تأسیس دانشگاه‌های اروپایی. در کتاب دیگر خود پیدایش دانشکده‌ها، مرکزهای علمی در عالم اسلام و غرب، جورج مقدسی به ما درباره انتقال عنعنه تعلیمی از شهرهای بزرگ اسلامی به اروپا تفسیرات بیشتری را پیشکش می‌کند. او بعد تحقیق و مقارنه زیاد به خلاصه می‌رسد که مسلمانان در پیدا شدن فکر تأسیس دانشکده‌های معروف امروزه در جهان صاحب فضل به شمار می‌روند و اروپا آن را از این تاریخ طولانی تعلیمی که مسلمانان داشتند اقتباس گرفته است. یعنی آنچنانی که امروز ادعا می‌شود اروپا در تأسیس این دانشکده‌ها هیچ پیش دستی نداشته است. مقدسی میگوید هر کسی که پیرامون تاریخ دانشگاه و دانشکده‌ها در عصرهای میانه آگاهی دارد آن شباهت‌های بزرگی را که میان نظام تعلیمی در کشورهای اسلامی و همتای آنها در غرب مسیحی وجود داشت بیخبر نمی‌ماند، خصوصا آن ماننده‌هایی که در مرکزهای علمی و اسلوب تدریس و وظیفه و منصب‌های آن بود. از این برمی‌آید که نقش مسلمانان در تمدن جهانی تنها به کشفیات‌های علمی منحصر نبوده بلکه به اسلوب و طرز تألیف و راه‌های تعلیم و تدریس نیز گذشته است. بیشتر از این دانشکده‌های اصیل اروپایی اندیشه وجود خود را از حلقه‌های علمی و مدرسه‌های وقفی مسلمانان برداشتند. آن مرکزهایی که در جاده علم و معرفت در تمام گوشه‌های مختلف عالم اسلام، نیم‌جزیره عرب، بغداد، دمشق، قدس، شهرهای بزرگ شام و قاهره، بخارا و سمرقند، قیروان، شمال افریقا و دیگر کشورهای مختلف که زیر نور اسلام مانده بود همچون مناره‌های تابان ارزی هستی داشتند. وقتی به تحقیق دانشمند آلمانی بیاتریس گروندلر باری دیگر رجوع می‌کنیم به خوبی معلوم می‌گردد که آن تنها درباره غناوت کتابخانه‌های اسلامی نسبت به کتابخانه‌های اروپایی در عصرهای میانه اطلاع نمی‌دهد بلکه
بلکه تحقیق او فراتر از این رفته درباره زیرساختار نظام علمی نیز بحث میکند. بنابراین فضل علمی مسلمانان نزد تمام بشریت تنها با یک عده کشفیات‌های علمی که ضمن دانشنامه‌ها ثبت شده است محدود نبوده، بلکه یک کارزار علمی کامل را میماند که به سود تمام بشریت خدمت کرده است و برای مدرسه و دانشکده‌ها در تمام گوشه‌های جهان در طول تاریخ منبع بوده است. این یک نمونه خردکه از فضل علمی مسلمانان است که با ظهور محمد صلی الله علیه و سلم آغاز گردید و ادامه یافت، نهایت به تمام گوشه‌های جهان در صورت دانشکده و دانشگاه و مرکزهای علمی دامن افراخت. زیرا هر کشوری که در عصرهای میانه از فتوحات اسلامی بهره ور گشته است، حتما در آن مسجد یا مدرسه یا مناره روشنایی بخش وجود دارد که برای جهانیان راه علم و دانش را منور کرده است.